مثلا واسه من چون بلایند دت اومده من دیس کنه بابا تو من خود حوالی معمولی تو خیلی بهتر میتونی. خودم فرندزون کردم. وای حول نباشی ایلان حوالی چی میگی بابا؟ ولی چیز بگم حالا دارک بشه پسر بیشتر میاد سمتم. پارتنرم حتما باید انگلیسی بلد باشه. اوکی. یه آدم بی خود و ضعیف. You look at me now. اصلا یه نگاه. در این ویدیو روژین و حمیدرضا که تا حالا همو ندیدن مهمون برنامه اکسشو هستن. امروز این دو نفر پشت پرده کنار هم میشینن و صحبت میکنن و در آخر تصمیم میگیرن که آیا میخوان با هم باشن یا نه و در انتها پرده بینشون برداشته میشه. خب خیلی خوش اومدین به بلایند دیت اکسشو. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی باشه. در ابتدا خودتون رو معرفی میکنید. من روژینم، بعد ترکیه زندگی میکنم، روانشناسی میخونم، دانشگاه ایستینیه، اصالتا مشهدیم، بعد نقاشی خوندم قبل از اینکه روانشناسی. نه کافی. ادامه‌شو بذار 4 تا سوال. شامی؟ منم حمیدرضام، خوشحالم که اینجا. همه قبل معرفی. آره همین. خب چرا میگم کامل چی کنم؟ مشغول چه فعالیت و حرفه‌ای هستین؟ من روانشناسی میخونم الان. من اینجا دایرکتورم توی استارتاپ. متولد چه ماهی هستین؟ اردیبهشت. خرداد زیبا. به این ویژگی ماها اعتقاد دارین که مثلا خردادی‌ها اینطورین، اردیبهشتی‌ها اینطورین؟ نه. بقیه اعتقاد دارن من. چه تفاهمی؟ هیچ کدوم اعتقاد ندارم. اعتقاد دارم ولی خب مثلا از آذری حال نمی‌کنم. از من بیشتر اعتقاد دارم. با آذری حال نمی‌کنی؟ خب ایشون که اردیبهشتی. خب دیگه اعتقاد خاصی ندارم. الان دوست داشتید با چه سلبریتی دیت داشته باشین اگر الان اون برای پرده سلبریتی می‌خواستین انتخاب بکنین؟ علیشای قلبم دیگه. علیشا اشمیت. گفتم ها؟ نه. اصلا نمیشناسم این کسی که نمیشناسم. من تامینو کی؟ میشناسین شما؟ خواننده است. آره. لاتینوه. تامینو نه. درونگرا هستین یا برونگرا؟ من برونگرام. من نمیدونم. روانشناس نمیدونه فرقشو. نه آخه بعضی وقتا خیلی درونگرام، یعنی یه جوری درونگرام مثلا نمیتونم حرف بزنم، بعضی وقتا انقدر برونگرام مثلا نمیتونم ساکت شم. یه چیزی بین این دوتا. لایف استایل و روتین روزانه‌تون رو خیلی مختصر میتونید تعریف کنید؟ صبح بلند میشم و صبحونه و سر کار و دوباره خونه و باشگاه و خواب. این واسه روزای عادی. آخر هفتم 2 و اگه پارتی بخوره پارتی و خدا رو شکر. شما؟ من صبح از خواب بیدار میشم، اول آشپزی میکنم، یه چیزی میخورم. الان جدیدا میخوام پیانو یاد بگیرم، تمرین پیانو میکنم، بعد میرم باشگاه، بعد میرم پیش دوستام و بعدش میرم خونه میخوابم. وابسته زندگی میکنید یا مستقل؟ مستقل. یعنی چی وابسته؟ یعنی با خانواده تنها؟ یعنی نه تنها. همش تفاهم. چطور؟ من خانواده‌ام ایرانن، من دارم اینجا درس میخونم دیگه. من خیلی وقت حال نمی‌کنم با کسی. در این قسمت ما برای هر کدومتون یه باکس تهیه کردیم. داخل هر باکس هم مجموعه‌ای از علایق طرف مقابل هست. میتونید باکس‌ها رو باز کنید تا با طرف مقابلتون و علایقش بیشتر آشنا بشید. میتونید در مورد اول یه چلی ایشون علاقه به هویج و اون یکی چیه میتونید توضیح بدی علاقهتون رو برای ایشون؟ موز و نارنجی و سیب. خب حمیدرضا خیلی به میوه و آجیل علاقه داره. آجیل. روژین خیلی به هموس و هویج علاقه داره. وای هموس واقعا هستون. حالا اونایی که دکور کردیم اون نشون بده. بدیم هموس قیمه و پیتزا براتا. قبلا لوبیا بود، جاشو پیتزا براتا گرفت. لوبیا پلو؟ نه لوبیا تنها. لوبیا خالی. لوبیا با زیتون، آب روغن زیتون. چقدر شیک. بعد الان شد پیتزا براتا. شما هم فسنجون با استیک.
فسنجون چجوری مثلا؟ توش؟ ملس. نه. خب پس اوکی. با گوشت یا مرغ؟ با قلقلی. گوشت خب کنسل. برند مورد علاقه ایشون لویی ویتونه. بالنسیاگا نیستم. نیستم. لویی ویتون هم نیستم. پس حالا که اینطوری شد. کشور مورد علاقه. ژاپن واقعا؟ آره. پرچمش یکم مناسب نیست. خیلی هم قشنگه پرچمش بی خودی. اوکی، کشور مورد علاقه آمریکا، ایران، اسپانیا. آمریکا رو هستم. واقعا تنها در آره من به خاطر اینکه با بچگی اینجوری بزرگ شدم، با خواهرم در من هر هفته نگاه میکنم. نوستالژیه واسه من. آها. من اصلا نمیتونم بخوام. مادر میدسامر اتک آن تایتانز. میدسامر چه ولم کن. فیلم اینا همش یکیش انیمه. این انیمه است. آره به خاطر ژاپنه. پس سلبریتی مورد علاقه کانیه وست. آلیشیا شمیت. آلمانیش اشمیت، اون یکی اشمیت. کانیه چرا؟ چون مغروره؟ چون خیلی سیاهه؟ خفنه. شما سلبریتی ایشون رو میشناسین؟ آره. کیه؟ یه نمیدونم تو اینستا دیدم یه دونده است. توضیح بده. خیلی هاته دیگه. تماس. سلبریتی ها یکی باشه که هر کسی باش حال نکنه، میدونی؟ مثلا کانیه وست الان 90 میلیون تا الان این دختره هیچ کاری نکرده، فقط قد بلند و لاغره و میدوه. داداش المپیک مدال آورده. خب اوکی، ولی بیچاره مثلا هیچ کاری کلا تنها معروفیتش سر کیم بود. آقا من این مشکل من موزیکش رو دوست دارم. ما براتون هویج هم قاچ کردیم، آخه میتونید حتی میل کنید. بله، حمص با هویج تمیز. چیز دارکیه داداشم. چرا دارکه؟ چرا قیمه و پیتزا خوره؟ باشه نشستیش لاغره. نه بابا شسته هست عزیزم تو اون پک. حالا اینو نشون نده. بابا اون هویج نه میل ندارم. دارم اذیت میکنم. آره همونطوری که شما امر کردید امپراتور همونطوری براتون باشه. ولی کانیه وست رو نمیدونم. کانیه وست تا ندیدم مثلا کسی خوشش بیاد. من خیلی دوستش دارم. بیشتر سوجهش میکنم. یعنی توی فضای تو سوژه که من دوست دارم. بیا احترام بذاره هر کسی. احترام که میذارم ولی دلیلش رو میخوام بدونم. مثلا واسه من چون بلایند دت اومده من دیس کنه من. واسه این من دعوا نمیکنم. ماشین دوست نداری واقعا؟ نه. فرقی نداره شما پراید بیاد یا پورش بیاد دنبال. نه. 100 ردی میفرمایین. نه واقعا آخه چرا اصلا برام مهم نیست. اصلا ماشین نداشت. خب اشتباهت همینجاست دیگه. اکست بود به خاطر همین. اکسته. نه چرا ربطی داره؟ سر چی کار کردی؟ به خاطر مثلا ماشین آدم میره با یکی دوست میشه. نه ولی میخوام بهت بگم یه دلیلی داشت. این قسمت باید شما خواننده مورد علاقتون و آهنگ مورد علاقتون از اون بگین و اگر میتونید یه بیت یا ورس رو بخونید. من صدام خوب نیست. نمیتونم. نه. خواننده مورد علاقم واقعا ویلسون، ولی به خاطر اینکه بچه پرروه، ولی نه به خاطر چیز دیگه. کانیا رو مسخره میکنی بعد بابا ویلسون بچه پرروه، اون یکی مغروره، این بچه پرروه. کانیا بچه پررو نیست، ویلسون اوکی. ایرانی نیست. یه آدم بیخود و ضعیف کل بازی وای میسه منتظر پیتوک حریف، چون بیکاری کار همه اشکال داره، چیزی نداری از خودت، تو حتی امضات صافه. کسی باهات دست نده که حتما خزه، یکی بهت پا نده هم که مطمئناً بده. یه آدم بی خود ضعیف کل بازی وای میسته منتظر پیتوک حریف، چون بیکاری کار همه اشکال داره، چیزی نداری از خودت، تو حتی امضا صافه. کسی باهات دست نده که حتما خزه، یکی بهت پا ندم که مطمئناً بده، یکی واسه پیشرفت به هر در زده، یکی پیگیر کارهای مردمه. تو چی؟ خب من یه دونه خواننده مورد علاقه ندارم. اسم خواننده‌اش چامینو، اسم آهنگش کراشش هم بود. خب میگه You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie that they have told me so far. And why should I still care about all who might recall me? For everything dies, so dies memory.
پارتنر ایدئالتون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه از لحاظ ظاهر، اخلاق و موقعیت اجتماعی؟ اوکی سو پارتنرم حتما باید انگلیسی بلد باشه. خاطر اصلا چی؟ سو گفتی بخاطر نه اصلا داشتم چون به اون فکر میکردم. زبان انگلیسی یا ترکی؟ نه انگلیسی باید حتما بلد باشه، چون اصلا اگه بلد نباشه هیچ نقطه اشتراکی با هم نداریم، نمیدونم راجع به چی باید باش حرف بزنم. آیلتسش چند باشه؟ مهم نه اونجوری نه. یعنی اینکه مثلا اون چیزایی که من دوست دارم و مثلا یه چیزی یه موزیک براش میذارم یا یه فیلم براش میذارم بفهمه. جنتلمن باشه. جنتلمن واقعا با دیفاینش کنیم باشه. خب ببین یه چیزی که قشنگ دیفاین شده دیگه نشده، یه جوری نباشه مثلا وقتی باهاش میرم بیرون فکر کنم با دوست دخترم رفتم بیرون. یعنی خوشگل نباشه؟ نه منظورم رفتاریه، یعنی رفتارش یه جوری نباشه فکر کنم مثلا دوست معمولیه یا دوست دخترمه با هم اومدیم مثلا قهوه بخوریم. آها گرفتم. کر کنه. آره کر کنه، مثلا چه میدونم یه دری باز کنه، یه اهمیتی بده. در باز کنه پس. یعنی چیزایی خیلی بیسیکی که واقعا آدما رعایت نمیکنن. و مؤدب باشه، خیلی برام مهمه. فوش ترنافه؟ نه ببین مؤدب باشه یعنی اینکه مثلا بی خودی آیسان اسلامی رو دوست داری؟ نه من خودم وقتی میرم توی رابطه اون آدمه میشه اولویتم و خب این توقع رو من دارم. ببین ظاهر مثلا من اینطوریه که خب مثل ماشین مهم نیست. نه ببین مهم هست خب، ولی نه اونقدر. مثلا من الان بیام مثلا بگم من مثلا از پسر قد بلند خوشم میاد، واقعا مثلا ممکنه مثلا پس فردا یه پسری ببینم قدش خیلی هم کوتاه باشه ولی خوشم بیاد. ایدئالم خب تو ظاهر که مثلا قدش خب خیلی کوتاه نباشه، چاق، مثلا هیکلش خوب باشه، به خودش برسه، به خودش به ظاهرش اهمیت بده، لباسش تمیز باشه. آیسان اسلامی دیگه. گیر دادی رو آیسان حاجی. دوستش دارم. خب میخواید شما یه مقدار از پارتنر ایدئالتون بگید؟ از پارتنر ایدئالم ظاهری از من باید بهتر باشه، خانواده دار باید باشه، دراگ نزنه. قدیما یه چی داشتم، یک کرایتریا داشتم که قدش هم باید بلند باشه. الان میتونم اغماس کنم. بخاطر اون سلبریتی؟ اون قدش خیلی بلنده، اون خیلی خوبه. از من بهتر باشه قیافش، ورزش بکنه، خانواده‌اش خوب باشه و دراگ نزنه. آها یک کوچیک هم مستقل باشه، یک کوچیک، نه خیلی ها. یعنی اینجوری چی نباشه. میخوام بهت بگم که تو فرست ایمپرشن چیزا مهمه، ولی اگه بگذره باید خیلی چیزای دیگه هم باشه. نمیتونم مثلا بگم دیفاین کنم که مثلا با جنتلمن باشه یا مثلا دیسنت باشه یا هر چیزی باشه. باید بگذره ببینم میخوره به میانه. من خیلی خوشحالم انگلیسیتون خیلی خوبه گفتید. من خواستم ایمپرس کنم فیلان. ایمپرس کنم. چه خط قرمزایی دارید برای رابطه طرف مقابلتون؟ چه رد فلگایی که طرف اگه داشته باشه کلا کنسله؟ دروغ خیلی رو مخمه و تنبلی هم رو مخمه. آن به خودش هم نرسم رو مخه دیگه. ولی مثلا دروغ به نظرم نباید بگن. یعنی دروغ تابلو دیگه نگن دیگه. مثلا یه سری بعضی موقع یه سری دروغ سفید میگی که مثلا کارو جمع کنی. مثلا اونو میفهمه، مثلا پسر دختر میفهمن که داره دروغ میگه، مثلا آقا بره بعد. ولی بعضی موقع مثلا دروغ تابلو مثلا تو میگی خب میدونی اون رو مخه. بعدش هم تنبلی هم باز چی رو مخه؟ به خاطر اینکه خودم آدم تنبلی نیستم، بعد نمیتونم خیلی تحمل قدیما میکردم و تغییر میکردم، سعی میکردم که عوض کنم. الان اینجوری هم که میگم خب who's next. شما حوالی یعنی چی؟ مهمه که حول نباشه. یعنی اینکه مثلا باهاش میری بیرون، با دوست پسرت میری یه جایی، مثل بوقلمون سرش نچرخه، این ور نگاه کنه دنبال این باشه که آقای کی چیه، چه کدوم دختر فلان. بعد بوقلمون پنکه مثلا بوقلمون. بعد شخصیتش ضعیف نباشه، یعنی سریع زیر فشار نشکنه، مثلا یه چیزی میشه سریع عصبانی نشه، یا سریع مثلا ریاکشن خیلی ناجور نشون نده، مثلا توی بدتر کنه. آفرین خوددار باشه. حول نباشه، خوددار باشه، دروغ هم نگه. مثلا دوست جنس مخالف این مشکل ندارید به این داستان؟
والا چرا مشکل دارم؟ هیچ مشکلی ندارم. اصلا کلا با اینکه یه چیزو جلوشو بگیری مخالفم. من دوستم همه چیزو دابلیست، یعنی زود روشه. نمیخوام مثلا کنترل کنم. قدیما کنترلگر بودم، بعد الان دوست دارم همه چیز رو بشه. اینو قبول داری که تو دیت اصولا شاید 3-4 ماه اول آدم‌ها اعتماد نمی‌کنن به هم دیگه و حق دارن که دوستای دیگه‌شون رو داشته باشن؟ تو رابطه میدونی؟ گفتی دیت. اون کسی که میگه دوست دخترمه اون درست بکاپشه یه جورایی. بکاپ پلن؟ آره، ولی پسرا معمولا اینجوری نیستن مثلا با یه دختری واسه رضای خود دوست باشن، میگن مثلا رفیقم سیسیمه، میدونی؟ آره میگن پسر کلا واسه 2 تا دلیل دوست میشن با دخترا. یا دیگه آره دیگه، یا میشه واسهشون یا نمیشه دیگه. من اینم باز میذارم یا خودشون یه کاری بکنه یا دوستشون براشون. خب هم ببین اصلا واسه هم یه ذره میره تو همون رنج حوالی دیگه. مثلا دوست دختر داری و مثلا اینجوری باشی که مثلا ببین آخه 2 تا چیز داره باشن. شما چجوری ترناف میشین؟ آخه خیلی زیاده. مثلا من اینجوری ترناف میشم، بعد نمیتونم بگم، خیلی حسیه. یه پارتی بودیم که داشتیم مثلا صحبتی میکردیم، بعد همون دو رفت با یه نفر دیگه همون صحبت ها رو کرد، ولی خب میدونی خیلی مشخصه، ولی خب ترناف شدم دیگه. یعنی اوکیه ولی ترناف شدم. تو هم همین مسیر رو رفتی؟ نه من کلا اینجوری هم که بیشتر نگاه میکنم دور و بر ببینم چه خبره. نه حالت منقار. چی گفتی؟ بوغلمو منقار. کلا آدمی هم که خوب ترناف میشم. خوب زود سریع، ولی خوبم ترنان میشم. اینم پوینت خوبیه. 0 و 100 خیلی. نه خیلی 0 و 100 نیستم، ولی ترنانی یعنی 0 تا 100 هم سریع. این گریش هم داریم مثلا. یه حالت مثلا میکس هم داریم اگه دنبالشی، ولی خب 0 تا 100 هم سریعه. 100 تا 0 هم خوب. 2 ثانیه. نه دیگه داداش. چی میگی؟ شما؟ اعتماد به نفس کاذب و حوالی باز. حوال زیر رو سر میاد کنه. اعتماد به نفس کاذب. اوکی. اون واقعا ترنافمون. آها بی جنبگی هم خیلی برام ترنافه. یعنی که مثلا میدونی داریم یه شوخی میکنیم و اینا هم یکی جدی بگیره و جمع خراب. در این قسمت براتون چند تا شات نوشیدنی تهیه کردیم. من چند تا سوال از شما میپرسم. هر سوالی که جواب شما مثبت بود یک نوشیدنی میل میکنید و هر سوالی که جواب شما منفی بود نوشیدنی میل نمیکنید. تا حالا گوشه پارتنرتون رو چک کردین؟ مرسی. بیشتر از یک نفر رو در 24 ساعت بوس کردین؟ این اول بودن نیست. دراگ تا حالا مصرف کردین؟ تا حالا با تیندر یا اپلیکیشن های مشابه با کسی دوست شدین؟ تا حالا پارتنرتون رو با اسم اشتباه صدا کردین؟ نه. تا حالا قبل از 3 بار دیت با طرف مقابل رابطه جنسی داشتین؟ میک آت یا میک لاف؟ رابطه جنسی. دخول. میک آت یا میک لاف؟ میک آت. من کامل تو زدم دخول. داخل شه بیرون شه، داخل شه بیرون شه. چند بار؟ آره داشتم. قدیم. تا حالا همزمان با چند نفر بودین؟ نه. تو مستی به اکستون پیام دادین؟ آخه مگه مسته. تا حالا بعد از رابطه جنسی از طرف متنفر شدین؟ کنسلش کنین؟ خدا شکر. خورد چیه؟ میل کرد. تا حالا شده از دوست پارتنرتون بیشتر از خودش خوشتون بیاد؟ نه. تا حالا شده از دوست معمولیتون به عنوان پارتنرتون خوشتون بیاد؟ نه. خود اولیه. دوست معمولی تو خیلی بهتر میتونی. خودم فرندزون کردم. وای اول نباشید. ایلان اولی چی میگی؟ بابا خودم یارو فرندزون کردم. خودم واضح جا بودم. تا حالا کسی رو سر دیت پیچوندین؟ نه. تا حالا وان نایت داشتین؟ وان نایتی که دخول حساب بشه. بله کلا دخولی. بدون دخول رو میتونم بعد بخورم. یعنی حاضرید با کسی مثل خودتون دیت داشته باشین؟ 100% بخورم؟ شما میل کن نخور.
نفر اول بودی؟ تا حالا برای رابطتون گریه کردین؟ بله. خیلی آدم احساسیه. من بردم. با رابطه لانگ دیستنس اوکی هستید یا نه؟ مخالف. نه من اوکی. کامل مخالف. 100 خیر. داشتین تجربه ای؟ ببین داشتم که اسمش رابطه نمیذارم دیگه کلا. نه من آره یه ساله یعنی نه یعنی یه ساله رابطه یه ساله. تایید میکنی شما؟ شما که آشنایی تو که میزینی. گذشته طرف براتون مهمه یا چه عواملی از گذشته طرف براتون مهمه؟ اگه گذشتهش رو قبول بکنه دیگه مهم نیست، ولی اگه گذشتهش با خودش پشتش باشه خیلی مهمه. این بعضی موقع یکی مثلا خراب میکنه، بک‌گراندش ضعیفه، مثلا بیزنسیه ولی میخوام در این حد بگم بیزنسیه ولی واقعا دیگه نمیخواد بیزنسی باشه، شاید بشه اکسپت کرد، ولی میخوام بگم انقدر اوپن. شما گذشته طرف براتون مهمه؟ نه 100 اول پس باز چی مهمه؟ اونجوری مثلا آره مثلا اگه خیانت کرده باشه مثلا به پارتنر قبلیش اینطوری هم که یعنی یه پسر حول زیادی که با تو حول نباشه اوکی برات؟ آخه ببین پسرها همه تا یه تایمی تو زندگیشون حول بودن، مثلا همشون دیگه حداقل تا 18 سالگی حول بودن. بعضیا که تازه داشتن کشف می‌کردن. خب همون دیگه میدونی بعضیا میمونن تو همون دوره، بعضیا به بلوغ میرسن و رد میشن از اون. به جای تا بعد میگفتی از 18 سالگی تازه شروع میکنن حولیو. آره خب که نمیشه تو 18 سالگی. من حال انگلیسی داره باید بگم. نه دیگه تا 18 سالگی همشون حولن، یعنی اینکه مثلا همه بچه مثلا از 14 سالگی دیگه شروع میشه تا 18 سالگی همه حولن، بعد 18 سالگی یه سری حولن یه سری مثلا دیگه شروع میکنن بزرگ شدن. من شخصا از 18 سالگی حولیمو شروع کردم. نه منظورم از سن بلوغ بود. هدفتون از رابطه چیه؟ مثلا ازدواج، وقت گذرونیه؟ نمیتونم جواب بدم، ولی در قدیما دوست داشتم ازدواج کنم، خودش دوست داشتم یه دختر کوچیک داشته باشم. الان به نظرم کار سختی، الان عقل رشد کرده از اون طرف. من مثلا دنبال یکیم که واقعا مثلا سولمیت هم باشه، میدونی اینطوری باشه که بگم که اوکی مثلا من با این آدمه خوشحالم واقعا و این آدم واسم مثلا میتونم باهاش یکی باشم، یه نفر باشم. واسه اون اصلا دیت میکنم. دیت زیاد میری؟ چی؟ دیت زیاد میری؟ نه زیاد نمیرم، ولی خب همیشه مثلا دیتی که میرم همیشه مثلا همون 2 ساعت اول اینطوری هم که این بکارم نه من خدافظ. آره یه دونه چی داری؟ یه رول مدل داری که دنبال همونی؟ نه ببین کانکشن بیشتر. اولین موردی که شما از طرف مقابل جذبش میشین چه موردیه؟ میتونه ظاهر باشه، اخلاق باشه؟ اگه فرست ایمپرشن بخوام حساب کنم اولین بار دیده باشم، چون اخلاق اصولا فیک میشه، نه ظاهره، ولی خب خیلی مهمه که سه چیزای بیسیک رو رعایت بکنن دیگه، میدونی؟ نمیتونم الان بگم. چرا نمیتونی راحت باشی؟ آن تایم باشه. نه انرژی که اون آدم بهم میده، اون وایبی که داره بیشتر. اولین چیزی که مثلا جذب میکنه وایبشه. یعنی لبخند داشته باشه؟ نه ببین مثلا چه میدونم یه آدم میبینی مثلا کاریزماتیکه کلا، مثلا یارو وارد اتاق میشه تو اصلا حس میکنی مثلا سنگین شد. نمیدونم متوجه میشین چی میگم یا نه؟ میفهمم. مثلا اون منظورم از انرژی اون انرژیه. یه عادت بدی یا صفت بدی رو دوست دارید درون خودتون تغییر بدید؟ عجول بودنمو دوست دارم بهتر کنم، خیلی عجولم، همه چیو سریع میخوام، مثلا یه تصمیم همون لحظه عملیش کنم، فکر نمیکنم. من خیلی احساساتیم، واقعا دلم میخواد که کمتر فیزیکال تاچ داشت، احساساتی باشم، کمتر حول باشم. مدل مخ زدنتون چجوریه؟ من مدل مخ زدن ندارم. مثلا از یه نفر خوشت بیاد چجوری دوست داری بهش ارتباط بگیری؟ نمیرم، نگاش میکنه، عشق میکنم باش. اگه اومد که اومد، اگه نیومدم که تو یه اینجوری نگاه میکنم مثلا بیا دیگه، ولی میاد. 100 دروغه، نه امکان نداره، اصلا من نمیرم. 100
اصلا نمیرم، قسم میکنم. من از کسی خوشم بیاد بهش نمیرم. بای دیفالت اذیت میکنم آدما رو. کسی که خوشم بیاد این اذیتش نه. هست اسمش میگن نه گوش کن داداشم. مخ زدنم اینجوری نیست که مثلا خیلی دایرکت برم مخ بزنم. نگاه میکنم فلان میرم جلو. کلا آدمی نیستم که خودمو فورس کنم به کسی. بعد چون فورس نمیکنم خودمو مشخص از کسی خوشم میاد. بیشتر بهش تایم میدم. کلا چون فن وان نایت و این چیزا نیستم مشخص مدل. ببین آخه یه چیز بگم خیلی شاید عجیب باشه. بیشتر میان سمتم. برای چیز بگم حالا دارک بشه. پسر بیشتر میاد سمتم. و این خیلی اذیتم میکنه. از بچگی مشکل رو داشتم. من دروغ میگی. چه دروغی گفت؟ گفتم من نمیرم جلو، گفت الکی میگه. نه گفتم منم میام ولی بیشتر اونا میان. تو گفتی کلا کنسل رفتن جلو. واقعا فکر می‌کنی مثلا من میرم جلو پسر میگه مثلا نه میگه چجوری مخ میزنی؟ چون دختر باید آمار بده دیگه. نمیشه اینجوری خیلی بغضی بشین یه جا مثلا یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه. اگر زندگی یک نفر رو بتونید یک روز فقط تجربه بکنید دوست دارید جای چه کسی باشین؟ دنبیلی. ولی حوالی لطفا حساب نشه دیگه. یه روز داشت چیزی نیست. مدلای دنبیلی. مادونا میاد تو ذهنم فقط. هیجانی ترین کاری که انجام دادین چه کاری بوده تا الان؟ لایک کشیدم بدون گواهینامه. دیدی اون ریلز رو دخترها فکر میکنن چجوری دارن بلایی میکشن خودشون میتونن من از بیرون اینجوری دارم. نه واقعا خیلی بد تصادف کردم. میساژنیستیک، یعنی مرد سالار زنا رانندگی نمیتونم بکنم. نه این نیست. یه ریلز هست در رابطه با همین داستان. من کلا زندگیم استرسیه خیلی به خاطر روتین زندگیم از بچگی. همش میتونه باشه. اگر الان به دوستتون زنگ بزنن که شما دستگیر شدین، دوستتون اولین جرمی که فکر میکنه شما دستگیر شدین چه جرمیه؟ یکی سرم کلا گذاشته بردنم زندان دیگه. نه یعنی یکی بهم گفته یه چیزی رو امضا کن بعد من نفهمیدم امضا کردم الان زندانم. آخه چون سوبر یکم شخصیتم به اون چیزا زیاد فکر. شاید مثلا به این فکر کنن که احتمالاً تو ماشینش تو ایران یه شیشه پیدا کرد. شیشه مشروب نه شیشه فیلم. الان فکر میکنید طرف مقابلتون چه تیپ لباسی پوشیده؟ فکر میکنم که رفته شینیونو. به جون مادرم واسه این نرفتم شینیون برداشتم. شینیون لباس کلاسیکه. شینیون نرفتم بابا رنگ کردم. احتمالا ماشم رنگ کرده و یه لباس تا این حد تا اینجا یکم باز. کفشم احتمالا پاشنه دیگه. کلاسیک تیپیکال. جین حتما پاشه، مثلا نایکی پاشه، احتمالا تیشرت تنشه. با توجه به صحبتایی که کردین فکر می‌کنید اگر شما برید تو رابطه سر چه موضوعی به مشکل می‌خورید؟ حوالیشون 100 حوالیشون. شما حوالیشون شما کلا آدم از چیزی که میگه، یعنی چیزی که هست. آره چقدر واقعا حرفت بیس داره. خیلی من واقعا خیلی معتبره. تاثیر قرار گرفتم. سن طرف مقابل میتونید حدس بزنید؟ 22. یا علی 22. سوالی دارید از هم دیگه بخوایم بپرسین؟ نه دیگه اصولا دیتام انقدر طول نمیکشه. ببینیم کارو. الان تمرین صبر. آفرین الان تمرین. یا علی. در این قسمت ما 3 تا عکس به شما نشون میدیم که باید چهره طرف مقابلتون رو حدس بزنید. شینیون توش هست. 3. شما روژینو تشخیص بدین کدوم یکی از این 3 نفر است. در این قسمت با توجه به صحبت‌هایی که داشتید و معیاراتون باید به طرف مقابل بین 1 تا 10 امتیاز بدید.
رو رنگ کرد. چطوری؟ خوبی. درست از آدم فکر کنم عکس‌ها. انقدر اشتباه گفتم. خیلی ناراحتم. آره کلا اشتباه زدی. 5 من دقیقه آخر باز نه خب ببین نایکی پاد نیست ولی باز چیز لوبوتین. آره دیگه یعنی اسپورت دیگه ولی باز تیشرت هم کاملا که دست. ولی روحم خوبه اذیتم الان داریم ایمپرشن های من رو نگاه میکنم. من همیشه لبخند دارم یعنی در مبنی بر رضایت چیزایی من خب الان میتونید امتیازایی که به هم دادین رو دوباره یا عوض بکنید یا رو همون چیزی که هستیم باشید. مرد حرفش یه دونه است. من 7 میدم به هم. 7 میدم. چند بود قبلی؟ 5. برو جمع. نه دیگه که حالا همینه. سن همدیگه رو بگین. جفتی گفتیم 22 سال. نه خیلی بزرگتر از 22. معلومه بزرگتر. تو ولی همون 21 2 چند تا؟ 25 سالم. تو هم 27 8 سالتم. بیشتر. 30 سالم. خب باید من بگیم. جا جفتش یکیه. خب برعکسش. یعنی این بری میدارم. داداش اینجا دیگه باید بگیری رای نداری. تو کلا لایک میشی. من مغزم نگم اصلا اینجا. تو این قسمت با لایک یا دیسلایک باید به ما نشون بدید که دوست دارید دیت دوم با طرف مقابل برید یا نه. این وری هستی درسته؟ شما این وری. فرست ایمپرشن فکر کنم 100 از 100. وای چه الان ادامه فهم میکنید دوست دارید با هم دوباره برید بیرون؟ بعدم میاد ببینم چجوری میتونم اذیت کنم. شما؟ آره دیگه این دیدی که کلا بلد نیست. چی بلد نیست؟ خودش گفت باید بیان سمتم فیلان فیزیکال تاچ. اولی من معلومه اول نیستم ولی فیس. آره نه تموم. این موم این دستم. آخه یه ساعتی این منو نگاه میکنی خجالتیه بیچاره. نه اصلا نمیتونم الان به خاطر اینکه یه ساعتی دارم باش حرف میزنم. چرا 5 دادی؟ به خاطر اینکه احساس کردم که اون چیزایی نایکی که پوشیدم. نه به خاطر اینکه احساس کردم اون چیزایی که واسه من اولویته واسه تو نیست، اون چیزایی که واسه تو اولویته واسه من نیست. چی بود مثلا؟ بخوای انگلیسی ادامه بدی؟ نه چرا؟ نه غیر از اولویت بندی ها منظور همون شاید نفهمی فارسی. نه واقعا تو رو انگلیسی یه نفر انتخاب میکنی؟ نه برام مهمه به خاطر اینکه چه میدونم مثلا من یه فیلمی میخوام یه موزیکی دارم گوش میدم خب مثلا دوست دارم با پارتنرم شیر کنم. چه موزیک خفنی مثلا. آره ولی شما الان میتونید راحت تر بگید. اوکی دیگه. تماس. سیز؟ نه. تا وقتی پرده بود باش راحت‌تر اصلا برام یه آدم کاریزماتیک انرژی فول به پیچاره تو موم. این بابا نه آخه واسم مثلا پرده که بود اصلا حس نمی‌کردم مثلا یه آدم حقیقیه چون یه پرده بود یه صدایی فقط میشینم. الان یه آدم جلوم نشسته. اولم نیست. من نمیدونم. چی خودی؟ معلوم نیست شاید من حول باشم. معلومه نیستی. یعنی به می اومد که پسر بیاد دنبالم. یعنی یه تیکه گفتم که پسر جذبم میشن. بعد اوورتینک کردی که what the fuck یا نه؟ نه الان دلیلش فهمیدی؟ نه من اینطوری بودم که خب مثلا اعتماد به نفسش خیلی بالاست. هست. نه خیلی ولی خوبم. میدونم چه جوری هم دیگه. آره نقطه ضعفم میدونم معلومه. مرسی. خوشبخت. ولی خیلی دیگه ابراز میکنیم. نه کلا مدرم اینجوریه که چت زیاد نیست. داداش نه اصلا خوبه که اعتماد به نفس داری ولی خب مثلا یه ذره آدما رو خب منی که کلا به تو اینه خوشه. خب معلومه اعتماد به نفس داری ولی خب من تتو معلومه. بابا نه تو رو خیلی ممنونم تو برنامه شرکت کردین. اگر نظرتونم در مورد برنامه بگید خیلی ممنون میشه. خیلی عالی بود. خیلی برنامه خوبی بود مرسی. چه قسمت 2 هم شرکت کنم. 100%.
قربونتون برم. مرسی. شب و روزتون خوش. مرسی. افتخار بود.